پیدا نشده ولی ما پیداش میکنیم تو یوتیوب و کانال همه رو رفا میکنیم میچینیم بازی و همه رو بلدیم هیچ داستانی نیست که تشو ندونیم پیدا نشده ولی ما پیداش میکنیم تو یوتیوب. خیلی مخلصیم. سلام به همه شنونده‌های عزیز پادکست پیدا نشده. تو این قسمت میخوام بریم به سراغ تمدن خیلی قدیمی و اسرارآمیز به نام ایلام و پایتختمون یعنی شهر شوش. شاید کمتر از این تمدن شنیده باشید، اما باید بدونید که ایلام یکی از تمدن‌های شناخته شده توی ایران و خاورمیانه بوده و قدمتش برمیگرده به حدود 4000 سال پیش قبل از میلاد، یعنی حدود 6000 سال پیش. شهر شوش که به عنوان پایتخت این تمدن شناخته می شده، اون زمان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده. شوش یه جورایی توی مسیرهای تجاری قرار داشته، واسه همین هم محل رفت آمد تمدن‌های بزرگی مثل سومریا و بابلیا بوده. این شهر به قدری معروف بود که آشوریا توی سال 645 قبل از میلاد به رهبری آشوربانیپال حمله میکنن و شوش رو کامل ویران میکنن. حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. شوش و تمدن ایلام پر از رازها و داستانهای پنهانیه که هنوز به طور کامل کشف نشدن. اول از همه میگن ایلامی‌ها گنجینه‌های زیادی داشتن که خیلی هاش توی زیرزمین‌های شوش پنهان شده و هنوز پیدا نشده. باستانشناسا سالهاست دارن درباره این گنجینه‌ها میگردن، ولی با اینکه چیزهای زیادی پیدا شده، هنوز هم شایعاتی هست که گنج‌های بیشتری توی دل این خاک پنهانه. داستان دیگه ای که هست سیستم خط و نوشتاری ایلامی‌ها بوده که اسمش خط ایلامی بوده. این خط هنوز کامل رمزگشایی نشده و توی هر کدوم از اون یک از الواح گلی که پیدا میکنن ممکنه اطلاعات جدیدی درباره زندگی ایلامی‌ها به دست بیارن. یکی از مهمترین لوحایی که توی شوش پیدا شده لوح قوانینی به نام همورابی است که در واقع قوانین و اصول زندگی اون دوره رو به ما نشون میده. ایلامی‌ها همچنین دیرآیین خاصی داشتن و خدایانی مثل این سوسناک رو پرستش میکردن. میگن توی شوش محراب‌هایی بوده که به این خدایان اختصاص داشته و این محراب‌ها هنوز به طور کامل کشف نشدن. یه سری از مردم محلی حتی معتقدن که این مکان‌ها طلسم شدن و نزدیک شدن بهشون میتونه خیلی خطرناک باشه. اما بزرگترین راز ایلام اینه که چرا و چطور این تمدن به این سرعت نابود شد. حمله آشوریا ضربه بسیار بزرگی بود، اما خیلی‌ها معتقدند که شاید عوامل طبیعی مثل سیل‌های شدید یا حتی شورش‌های داخلی توی سقوط ایلام نقش داشتن.